شما برنامه اخبار آزادی را مستقیما تماشا میکنید. امروز سه‌شنبه 18 دکبر است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. حالا نظر میکنیم به سرخط موضوعهای برنامه امروز. مقامات میگویند پالکونیک سعدی خالمرادوف ملقب به سعدی کماندیر در دریای وخش غرق شده است. پیوندان به غرق شدن پالکونیک باور ندارند. دومای دولتی گرفتن شهروندی روسیه را ساده تر کرد. کی میتواند به آن امید بندد؟ تیلای ختلان از جیهون، لیمو پروران ناحیه جیهون از حاصل فراوان لیمو خبر میدهند. روز خطی 8 تا 70 تن سمون خریداری کردیم. برنامه را با خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. سعدی خالمرادوف معروف با لقب سعدی کماندیر و در گذشته از معاونان گنرال سهراب قاسموف 4 روز باز ناپدید شده است. خالمرادوف رتبه پالکونیکی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را داشته سالهای آخر بازنشسته شده بود. مقامات میگویند پالکونیک در دریای وخش غرق شده است و غواصان اداره حالتهای فوق‌العاده در پی جستجوی جسد او هستند. اما پیوندان سعدی کماندیر به این فرضیه مقامات شبهه دارند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. ما در نزد منزل زیست سابق فرمانده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سعدی خالمرادوف قرار داریم. سعدی خالمرادوف که اصلا با نام سعدی کماندیر مشهور بود و طی 1 هفته می شود که اون گمنام است و اما از طرف مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جمله از طرف ریاست کارهای داخلی ناحیه دنقره مورد جستجو و بازجویی قرار دارد، ولی تا حال حاضر سرنوشت اون معلوم نیست که آیا او زنده است و یا اینکه کشته شده و به دریا انداخته شده است. روزهای آخر سعدی در باغ نزد نیروگاه آبی و برقی بایغازی هم فعالیت داشت و هم صاحب یک باغ بود که در اینجا اصلا روزهای آخر زندگی میکرد. در تا حال حاضر اون سنگ‌هایی که در سنگ‌های خونالودی که در نزد ساحل دریا پیدا کردن تفتیشات روشن نکرد است که این سنگ‌های خونالود به خون سعدی مطابقت میکنن یا نه، و در حال حاضر نزدیکان خود سعدی خالمرادوف میگن که سوال‌های زیادی حالا جای دارد که روشن نیست که این کشته شده است و یا ناپدید شده است یا با این چی حادثه رخ داده است. ولی کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگن که تنها از دریا، از جایی که گفته می شود که او به دریا غرق شده است، عرابه او را پیدا کردن و همین که گفتم چند سنگ را پیدا کردن. یعنی سوال‌های زیاد مرموز جای دارن که هنوز روشن نیست که سعدی خالمرادوف کشته شده است یا که دزدیده شده است یا ناپدید شده است. دومای دولتی روسیه امروز در اجلاسیه نوبتی به قانون درباره شهروندی این کشور تغییرات وارد کرده شرایط تقدیم شهروندی را به خارجیان آسان‌تر کرد. وکیلان دوما به رئیس جمهور این کشور حق دادند که موافق صلاحدید خود به شهروندان خارجی و به اصطلاح هموطنان برون مرزی شهروندی روسیه را اعطا کند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا. دومای دولتی یا پارلمان روسیه قانون را در بررسی سیوم تصویب کرد که به پرزیدنت این کشور اجازت می‌دهد کاتگوری داوطلبان خارجی برای دریافت ساده شهروندی روسیه را انتخاب کند. در این باره وبسایت رسمی دومای دولتی روز سه‌شنبه خبر داد. بنابر این قانون پرزیدنت روسیه میتواند حق شهروندی را به آنهای پیشنهاد کند که در شرایط ناخوب اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زندگی میکنند. از حق ساده شده شهروندی همچنین هموطنان برخوردار خواهند شد که در منطقه‌های جنگ زده یا گرفتار تغییر ساختار سیاسی به سر میبرند. در نوبت اول این قانون مشکل پناهنده های اوکراینی را آسان میکند. آنها میتوانند نه از مکان ثبت نام بلکه از محلی که به آنجا آمدند برای شهروندی عریضه دهند. خبرگزاری تاس نوشت این قانون همچنین به اشتراکداران برنامه دولتی کوچ اختیاری به روسیه یاری میکند. داوطلبان این گروه می توانند از روی ترتیب ساده‌ای درخواست شهروندی عریضه دهند اگر از حق اقامت و اجازه بودباش موقتی در روسیه برخوردار باشند. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود که از اول امسال بیش از 16,000 شهروند سابق تاجیکستان شناسنامه فدراسیون روسیه را دریافت کردند. این منبع افزوده است که تاجیکستان در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در زمینه دریافت شهروندی روسیه بعد از اوکراین و قزاقستان در موقع سوم قرار دارد. عابد اساموف، حجم‌نگار شناخته ازبک را که در تاجیکستان هم محبوبیت زیاد داشت، روز 15 دکبر در آرامگاه کمالان در شهر تاشکند دفن کردند.
در مراسم دفن حجوینگار صدها نفر از ساکنان تاشکند و هواداران هنر او شرکت کردند. از همکارمان سراج الدین اسلام که این مراسم را پیگیری نموده با این هنرمند شناخته چندین دفعه صحبت کرده است پرسیدم که درباره شرایط مرگ این هنرمند شناخته چی معلومات دارد. هفته گذشته از دوستان نزدیک من خبر آمد که گویا عابد اساموف با سکته قلبی به شفاخانه خوابانده شده است. پس از آن من با ادمنستراتور مأمور عابد اساموف صحبت داشتم و گفت که کمی شمال خورده است و پس از یک چند روز از شفاخانه آزاد می شود. ولی روز 14 دکبر پس از ظهر بیگاهی تر به ما خبر رسید که عابد اساموف در سن 55 سالگی در شهر تاشکند در یکی از شفاخانه مرکزی از سکته قلبی وفات کرده است. روز 15 البته او را به خاک سپاریدند. باید گویم که در مراسم جنازه صدها نفر از دوستان، از همشهریان و تمام ازبکستانیان در این مراسم پدرود اشتراک کردند. در عهد حکمرانی اسلام کریموف دقیق‌تر 12 سال اخیر عابد اساموف در صحنه ازبکستان راه نداشت. میگفتند اسلام کریموف خوش ندارد که او در تلویزیون‌های روسیه حجوینگاری میکند. ولی تا جای معلوم است در دوره حکمرانی میرزویف به صحنه برگشت، درست؟ درست است. عابد اساموف 2 سال قبل به صحنه کلان برگشت. او همزمان شوکت میرزویف او را به حیث دیرکتور اداره مولتیپلیکاسیونی ازبکستان تعیین کرد. باید گویم که عابد اساموف که 55 سال داشت، سالهای زیاد در صحنه های مولتیپلیکاسیونی اشتراک کرده بود. در مسکو، در روسیه نیز خیلی معروف بود. مثلا مردم تاجیکستان خوب میدانند که او در برنامه تلویزیونی کریوای زرکل یعنی آینه کش نقشه های گوناگون را اجرا کرده است و در برنامه پتراسیانی معروف کمدین روسیگی هم یک جای کار میکرد. عابد اساموف پس از برگشتنش به ازبکستان، البته پس از 12 سال محدودیت، گفت که کارش را ادامه میدهد. همیشه آرزو داشت خودش که رسام شود، چون عابد اساموف اینستیتوت مدنیت ازبکستان را تمام کرده بود و رسام حرفه‌ای بود. ولی او را مردم ازبکستان چون قزقچی میگویند یعنی کمدین میشناختند و از فیلم های زیادی او بهره می بردند. یادش بخیر. تشکر از سراج الدین اسلام برای صحبت. ضمناً عابد اساموف در میان تاجیکان خصوصا مهاجران کاری خیلی معروف بود. محبوبیت او شاید از اینجاست که طنز او در نسبت مهاجران به فرق از هجو تحقیرآمیز حجوینگاران دیگر در روسیه خیلی مثبت بود. در پی سخت‌تر شدن معیارهای بهداشتی وزارت تندرستی و دست کشیدن دندان پزشکی ها از کندن دندان مشتریان، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی وزارت را به کوشش زیر انحصار درآوردن این خدمات و یا مونوپولی آن ایبدار کردند. اما مقامات میگویند هیچ گونه کوششی مونوپولی بازار وجود ندارد و هدف وزارت بالا بردن سطح خدمت رسانی طبی است. در این میان ساکنان سرسانند و اکثریت نمیدانند از دندان دردناکشان چگونه خلاص شوند. ادامه موضوع در گزارش تلویزیونی نستایش وریمیه. اینام ابراهیموف 15 سال اینجانب طبیبی دندان است. ابراهیموف بر این فکر است که هنگام کندن دندان فرق بزرگ میان کلینیک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد، زیرا معیار استفاده تجهیزات در همه جای یک است. بر علاوه اگر مؤسسه خصوصی متخصص داشته باشد و مجوز و یا لیسنس بگیرد، هیچ محدودیت نخواهد ماند. بله، خصوصی که در شهر جایگیر شدند یکی داشتن اجازتنامه استفاده برای جراحی رو بله گرفتند. قسما ندارن اجازتنامه، از همین سبب استفاده بردن یاردم رساندن جراحی کندن دندان ها استفاده برده نمیشد و روانه کرده میشد به دولتی.
مقامداران تاجیک تاکید میکنند که جاری شدن معیارهای نوی فعالیت کلینیک‌های استوماتولوژی و اتاق‌های دندانپزشکی نه تنها برای حفظ سلامتی بیماران بلکه به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری‌های گذرنده به جسم طبیبان هم ضرور است. آنها میگویند به این وسیله نظارت از بالای استفاده تجهیزات شدیدتر می شود. طبیبانی که با تلویزیون نسته شیوریم هم صحبت شده اند باور دارند که کلینیک‌های بزرگ دندانپزشکی در فکر کاملا از خود نمودن بازار نیستند. اسباب‌ها از درون автоклав ایندیکاتور رنگ خودش رو دیگر میکند. این نشان میدهد که اسباب‌ها بی‌ضرر گردانده شده است. و باز یک چیز دیگر رو باید قید کرد که در پژوهشگاه علمی کلینیکی استوماتولوژی تست‌های مخصوصی فوری برای پیش از کندن دندان گرفته می شود خون بیمار برای معاین کردن هپاتیت‌های A B و ویروسی نارسایی مسئولیت آدم که باید معاین میکنیم که در بیمار چنین ویروس ها وجود دارد یا که نه. هفته گذشته در تاجیکستان قانون تصویب شد که بر پایه آن به طبیبان مسئول سرایت بیماری هپاتیت و یا دیگر مرض گذرنده به مدتی از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. تا حال آشکار نشده است که چند طبیب به بیماران مرض سرایتی گذرانیده است، ولی سر از آغاز سال روان 22 کلینیک استوماتولوژی به خاطر رعایت نکردن معیارهای سانیتری و طبی بسته شدند. اکنون برای کندن دندان کارافتاده باید به کلینیک دولتی مراجعت کند. پیش خانه دایم خیلی هسته خیلی طبابت میکردگی جا، لیکن وزارت تندرستی گفته است که نه ایجا خوبتر و چیزتر برای هوای همیجا آمدیم. آیا کلینیک های خصوصی سرشمار که در گوشه های مختلف دوشنبه جایگیر هستند در فکر گرفتن مجوز دندانکنی می شوند یا نه معلوم نیست، ولی گرفتاران دندان درد شکایت دارند که روزشان در جستجوی کلینیک دارای مجوز دندانکنی می گذرد. لیمو پروران در ناحیه جیهون قمسمگیری سابق از حاصل فراوان این میوه خبر میدهند. باغداران میگویند هوای امسال برای پرورش لیمو خیلی مساعد بود. بر زمین سرحاصلی خریداران این میوه در داخل و خارج کشور کم نیستند و این عامل باغداران را برای بنیاد باغ‌های نو دلگرم کرده است. گزارش همکارانم آرزوی کریم و رستم جانی از باغ لیمو پروران جیهون. کشاورزان ختلانی میگویند گرمای امسال حاصل لیمو را افزود. گرمی نقص‌تر می‌بینید لیمو. نظر به سال این سال خیلی نقص‌تر اومد. خودبدین در این گرمخانه 40 درخت لیمو دارد. امیدوار است تا 2 تن لیمو جمع میکند. 2 تنش خیلی حاضر امروز خطی 8 تا 70 تن سومون خریداری کردیم. کیلوگرمش خریداری کردیم. در ناحیه جیهون این نوع لیمو که با نام طلا رنگ ختلانی مشهور است بیشتر خریدار دارد. لیمون در ولایت ما که 4 نفر در یک خانه که زندگی میکنیم مقصد رو به همین لیمون پروری است. مقصد درآمدهای خوب است. ایسود هم لیمون است. در ناحیه جیهون 12 خواجگی در 125 هکتار گرمخانه ها لیمو پرورش میکنند. کشاورزان هر نهال لیمو را از 20 تا 70 سامانی میخرند. سنگیر ناحیه مثال هوایش گرم میباشد، خوکش یعنی معتدل نقض میباشد که برای سبزیش نه اینکه لیمو برای سبزی دیگر نمودی میوه هم خیلی هم خوب میباشد. از بس که برای همین شده در این منطقه میوه ها تیز میپزند، حاصل خوب میگیرند، با طلبات بزرگ جوابگو میباشند. باغداران این ناحیه افتخار میکنند که لیموی بهترین در باغ آنها پرورش مییابد و در خارج کشور نامدار است. مزه و لذت و تبادناکیش به حد دیگر است. طلبات به لیمون ما زیادتر است در طرفهای خارج. کشاورزان جیهون سال 2017 زیاده از 3000 تن لیمو گرفتند و 70% آن را صادر کردند. امسال این رقم به گفت مقامداران ناحیه خواهد افزود. دولت‌های روسیه، قزاقستان و قرقیزستان خریداران اصلی لیموی جیهونند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org و در فیسبوک @نکلستیکی توییتر بخوانید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ما شما را صبح پگاه در برنامه نوید بامدادی منتظریم. تا آن زمان خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان باشد.